خیلیاتون شنیدین که توی اینستاگرام یه سری‌ها میگن که آدم برای اینکه شروع بکنه تو راه موفقیت بخواد قدم برداره باید یه سری کارا بکنه. مثل چی؟ مثل اینکه موهاشو بزنه. پس منم این کارو قراره بکنم. موهامو زدم بزنید دهنت سرویس. معلومه که نمیخوام مثلا. اما چرا؟ تحقیقات نشون داده اعتماد به نفس یکی از شاخه‌های مربوط به روان رنجوری یا نوراتیزمه. این یکی از شاخه‌های مربوط به یه درختی که کلاً 5 تا شاخه داره. اسم خود این درخته یه تستی به نام بیگ 5. این تست باعث میشه ما آدم‌ها رو بتونیم بهتر بشناسیم. طبق این تست اگر که افراد 2 تا ویژگی رو هر چقدر بیشتر داشته باشن باعث میشه اهمال کاریشون کمتر باشه. تنها نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که اعتماد به نفس یکی از اجزای اینه که ما بتونیم حال بهتری داشته باشیم و اهمال کاری کمتری انجام بدیم. حالا سوال من اینه، شما بدون مو اعتماد به نفس بیشتری داری یا با مو؟ من که با مو. نتیجه گیری کلی اینه که حرفای اینستاگرامی رو